درک غلط از مفهوم ملک مشاع. نویسنده انصاف علی هدایت. دوستی شاید بدون درک درستی از مفاهیم نوشته است ایران زمین مشاع کل آذری زبان هاست. نوشتم اولا ایران یک ملک واحد نیست، بلکه مجموعی از ممالک و ملل با هویت‌های مختلف است. ثانیاً وقتی سخن از ملک مشاع می شود پای سهیم بودن به میان می آید، آن هم نه در حرف و سخن بلکه در عمل و در زندگی ملی و فردی ملت ترک. یعنی باید خرد و کلان ملت ترک در منافع و امکانات ممالکی که ایران نامیده شده است سهیم باشند. باید این سهیم بودن را هم در عمل و هم در زندگی فردی جمعی و هم در همه جوانب مختلف به طور گسترده دیده، احساس کرده، در زندگی، در رفاه و در سطح معیشت آنها تأثیر مثبتی گذاشته باشد. چطور ایران ملک مشاعی است که از دریای عمان با صرف ده‌ها میلیارد دلار آب شور دریاچه را شیرین کرده به کویر فارس نشین پمپاژ می‌کنند؟ می‌دانیم که هزینه تصویب پمپاژ هر متر مکعب آب بیش از $6 خواهد شد. در مقابل در آذربایجان برای خشکانیدن دریاچه ارومیه در راستای بهره برداری از فلزات سنگین و مواد مختلف در آنها بیش از 120 سد می‌سازند و راه ورود تمامی مسیرهای آبی به دریاچه را می‌بندند. همان کاری که با هورهای عربهای الاهواز کردند تا نفت آنها را غارت بکنند. سهم آذربایجان از منافع معادن و جنگل‌هایش چقدر است؟ سهم آذربایجان از سرمایه‌های خودش، سهم آذربایجان از مالیات خودش، از صنعت توریسمش، از سرمایه گذاری‌ها، از توسعه، از جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در جهت ترویج و تشویق مهاجرت معکوس ترک‌ها به وطنشان چقدر است؟ از تعداد معلمان و مدارس و کتاب‌های درسی در جهت آموزش زبان ملی ترک‌ها چه سهمی دارد؟ آذربایجان و ترک‌ها چه سهمی در دارا بودن از احزاب سیاسی و تشکیلات‌های غیر دولتی و مستقل متعلق به آذربایجان ترک‌ها دارند تا از منافع ترک‌ها و وطن ترک‌ها دفاع بکنند؟ سهم آذربایجان از سرمایه‌های خودش چه سهمی از رادیو و تلویزیون هایی دارد تا صدای ملت ترک و وطنشان باشد؟ چه سهمی از تعداد بانک های ملی، دولتی و خصوصی دارد؟ چه سهمی از فیلم، سینما، تئاتر، کتاب های غیر درسی، کتاب های تحقیقاتی، مطبوعات و دارد؟ آیا ایران فقط یک خیر برای ترک‌ها و آذربایجان داشته و دارد؟ سخن از آذری زبان بودن و گفتن به ترک‌ها معلوم می‌کند که با یک پانفارس مواجه هستیم که هنوز هویت رسمی و تاریخی و ملی ترک‌ها و آذربایجان را به رسمیت نمی‌شناسد و از زبان و ادبیات فاشیستی استفاده می‌کند. با کسانی که هویت‌های ملی، حاکمیتی، حقوقی، تاریخی و وطنی تو را به رسمیت نمی‌شناسند نمی‌توان هموطن بود. کسی که تو و هویت‌هایت را انکار می‌کند دشمن تو و ملت توست. اگر با دشمن خود، دشمن ملت و دشمن وطنت و با دشمن هویت‌های ملی و حاکمیتی ملتت دوستی بکنی جاهل یا احمق هستی. باید اعتقاد داشته باشید که دوست باید همه هویت‌های تو را بدون چون چرا قبول بکند.